سلام بچه‌ها، خیلی سریع بریم سراغ خبرات. تا آخر این ویدیو همراه من باش و ممنونتم میشم با لایکت از من حمایت کنی. بریم سراغ ویدیو. علیرضا بیرانوند که بعد از بازی‌های تیم ملی به خاطر درد تو ناحیه مچ دست نتونسته بود تو دروازه قرار بگیره و چند هفته‌ای مصدوم بود، یکی دو روز قبل بالاخره گچ دستش رو باز کرده. البته بیرانوند هنوزم داره به صورت اختصاصی تمرین میکنه، اما احتمالاً تا 3-4 روز آینده به تمرینات گروهی برمیگرده. دیدار حساس پرسپولیس و سپاهان چهارشنبه هفته بعد برگزار میشه و کادر پزشکی قرمزا داره تلاش میکنه تا بیرو رو به اون بازی برسونه و به احتمال زیاد هم بیرانوند به اون بازی میرسه. با توجه به حساسیت بازی فکر کنم تو دروازه هم قرار بگیره. البته هوادارهای پرسپولیس تو این مدت زیاد نگران معصومیت بیرو نبودن، چون امیررضا رفیعی تو این 4 بازی 4 تا کلین شیت ثبت کرده و عملکردش عالی بوده. حتی من نظرات رو که خوندم بعضیا دوست داشتن جلو سپاهان هم خود رفیعی تو دروازه باشه، اما با توجه به حساسیت بازی فکر کنم اسمار از علی بیرو به خاطر تجربهش استفاده کنه. به هر حال امیررضا رفیعی تو بازی جام حذفی بازم تو خط دروازه قرار میگیره و میتونه به عملکرد خوبش ادامه بده. اما حالا که به پرسپولیسیا پرداختم، از دانیال اسماعیلی فر هم بگم. خب دانیال تو جریان بازی با صنعت‌نفت بعد از اینکه تو دقیقه 8 بازی گلزنی کرد به سمت عکاسا رفت و رو به فردی که ظاهراً از اول بازی بهش فحاشی کرده بود با دستش یه حرکت غیر اخلاقی انجام داد که همتون هم احتمالاً تصاویرش رو دیدید. بعد از انتشار اون عکس دانیال به کمیته انضباطی احضار شد. امروز هم بالاخره رأی صادر شد و دانیال یه جلسه محروم شد و تو بازی جام حذفی حضور نداره. هوادارهای سپاهان به این رأی اعتراض داشتن، چون میگفتن پارسال که امید نورافکن همین حرکت رو انجام داد 2 جلسه محروم شد. ولی خب من باید بگم محرومیت 2 جلسه امید نورافکن به خاطر این بود که قبلش یه محرومیت 1 جلسه تعلیقی هم داشت و پارسال وقتی اون حرکت رو انجام داد اون 1 جلسه تعلیقی هم فعال شد و محرومیتش به 2 جلسه افزایش پیدا کرد. پس محرومیت دانیال اسماعیلی فر و امید نورافکن حکماشون با هم دیگه فرقی نداشته و داستان از این قراره. حالا که بحث محرومیت به سید حسین حسینی هم بپردازیم. خب حکم سید حسین کاپیتان آبیا هم صادر شد و حسینی با 1 جلسه محرومیت روبرو شده و مثل پارسال بازم تو بازی جلو تراکتور غایبه. البته غیبت پارسالش جلو تراکتور که برای آبیا خوشیوم بود، اونا تونستن 6-1 بازی رو ببرن و یه برد خیلی پرگل جلوی تراکتور داشته باشن. خلاصه این که حالا بازم حسینی جلو تراکتور محرومه. اما دلیل محرومیت چیه؟ دلیلش خیلی خنده داره و احتمالاً همتونم میدونید. دلیلش اینه که یه هوادار دختر وارد زمین شده و حسینی هم اونو بغل کرده. به خاطر همین کاپیتان آبیا 1 جلسه محروم شده و 300 میلیون هم جریمه شده. هوادارهای استقلال هم به این حکم اعتراض دارن و بعضیا هم میگن به خاطر اینکه اسماعیلی فر محروم شد حسینی هم محروم کردن که تعادل برقرار بشه. خلاصه اینکه اینطوریاست، لیگ ما همینقدر مسخره و آماتوره. و اما در رابطه با یحیی گل محمدی و تراکتور، خب پاکو خمس از تراکتور رفت و این تیم در آستانه بازی با استقلال سرمربی نداره. در همین راستا طی این چند روز یه سری اخبار و حواشی در رابطه با احتمال سرمربی شدن یحیی تو اردوی تراکتوریا پخش شده بود، اما اخبار پیوستن یحیی گل محمدی به تراکتور موثق و رسمی نبود و توافقی هم شکل نگرفته و این انتقال منتفیه. البته نباید این نکته رو هم فراموش کرد که تعدادی از ستاره‌های کنونی تراکتور که بعضیاشون قبلا زمان حضور یحیی تو پرسپولیس اختلافاتی با گل محمدی داشتن مخالف سرمربیگری یحیی تو تراکتور بودن. پس با توجه به این که فقط 6 هفته تا پایان لیگ مونده، برای جلوگیری از ملتهب نشدن جو رختکن و دوری از هر حاشیه‌ای حضور یحیی رو در مقطع فعلی تو تراکتور باید منتفی بدونیم. خب حالا بپردازیم به آخرین وضعیت واگذاری سرخابیا، اما قبلش اگه تا اینجا ویدیو همراه من بودی ممنونت میشم که با لایکت از من حمایت کنی. بریم سراغ ادامه ویدیو. دوستان عزیز اخبار ورزشی سلام عرض میکنم
بله همونطور که شما فرمودید بالاخره واگذاری 85% از سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال انجام شد. اتفاقی که خیلی ها منتظرش بودن برای دریافت مجوز حرفه‌ای این دو باشگاه خیلی لازم بود این کار انجام بشه. بالاخره انجام شد و این دو باشگاه بالاخره امروز واگذار شدن به خریداران. پرسپولیس به کنسرسیومی متشکل از 6 بانک واگذار شد و استقلال هم به هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس. الان در خدمت آقای قامت هستیم، معاون واگذاری سازمان خصوصی سازی. می‌خوایم جزئیات بیشتر این واگذاری رو از زبان ایشون بشنویم. آقای قامت بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترم برنامه. در خدمت شما هستم. در خصوص جزئیات واگذاری دو باشگاه پرسپولیس استقلال برام می‌فرمایید که به چه ترتیب؟ بله. عرض کنم خدمت بینندگان محترم که مطابق ترتیباتی مندرج در آگهی عرضه سهام دو باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال و پرسپولیس امروز 3 اردیبهشت ماه در واقع موعد عرضه این سهام در تابلوی معاملات شرکت فرابورس ایران بود و به حمدالله با تلاش هایی که همکاران و دوستان ما در مجموعه وزارت امور اقتصاد و دارایی و شخص جناب آقای وزیر محترم اقتصاد و بیسکل محترم سازمان جناب آقای دکتر بازیان انجام دادن، امروز متقاضیان در واقع خرید دو باشگاه از طرف شرکت فرابورس اجازه حضور در رقابت پیدا کردند و در واقع 85% سهام شرکت استقلال ایران توسط کنسرسیومی از شرکت‌های هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پتروشیمی پارس، پتروشیمی بوعلی، پتروشیمی شهید تنگویان و پتروشیمی بندر امام امروز معامله شد. کارگزار در واقع خریدار قیمت هر سهم پایه این شرکت که معادل 3046 ریال بود رو در سامانه معاملات در واقع وارد سیستم کردند. کارگزار در واقع فروشنده این سهام که از طرف دولت کارگزار این سهام بود، کارگزاری بانک صنعت و معدن بود که مطابق رویه ها و مقرراتی که در معاملات فرابورس وجود داره این معامله قطعی شد در سیستم معاملات و ارزش کل این معامله در واقع مبلغی حدود 2793 میلیارد تومان بود. برای سهام شرکت پرسپولیس هم مطابق این موضوع کنسرسیوم متشکل از بانک های شهر، ملت، تجارت، صادرات و اقتصاد نوین و بانک رفاه مشترکاً درخواست خرید سهام این شرکت رو داده بودند که با اخذ مجوزهای لازم که از مراجع ذی صلاح و ذی ضبط اخذ کرده بودند اجازه حضور در این عرضه رو پیدا کردن. از طرف کارگزار خریدارشون قیمت هر سهم معادل 3580 ریال در سامانه معاملات درج شد. کارگزار فروشنده سهام که از طرف دولت نمایندگی میکرد کارگزاری بانک ملی ایران بود و این معامله مطابق رویه قطعی شد در سیستم معاملات امروز. ارزش کل این معامله برای پرسپولیس که معادل 85% بود رقمی حدود 3200 میلیارد تومان میشه. من عرض کنم خدمت شما که با توجه به اون ضرب العجلی که در واقع برای AFC وجود داره، خریداران ما باید فردا 10% حصه نقدی معامله رو انشالله واریز بکنن مطابق شرایط آگهی و قراردادهای واگذاری توسط در واقع همه خریداران امضا بشه و بعد از پرداخت حصه نقدی و انعقاد قرارداد تشریفات مربوط به قطعیت معامله در سامانه‌های بورس اتفاق میفته و متعاقباً انتقال سهام از وزارت ورزش و جوانان به خریداران جدید صورت میگیره و انشاءالله با این اتفاق مبارک اون مطالبه عمومی که هواداران میلیونی این دو تا باشگاه از دولت داشتن پاسخ داده میشه. در نهایت اگه دوست داشتی چنل رو ساب کن و این پستم لایک کن و مرسی که با من همراه بودی.